سلام دوستان، به کانال کریپتو فایننس خوش اومدید. امروز اومدیم با آموزش بازی یس کوین. خب میریم به سراغ این آموزشمون. صفحه اصلی بازی رو میبینیم که الان ربات من فعال کردم، خودش داره سکه جمع میکنه. شما میتونین با تکون دادن دستتون رو صفحه گوشیتون سکه به دست بیارید. اینم که جعبش بود، این صورت میتونید سکه ها رو جمع کنید. خب قسمت ارن بازی تسکایی داره. این تسک روزانشه، شما میتونین هر روز سر بزنین و تعدادی سکه بهتون میده. این تسکاشه که خیلی راحته، میتونین کارا رو انجام بدین و تسکا رو سکاشو به دست بیارید. قسمت بعدی بازی فرنده که شما میتونین از این قسمت دوستانتون دعوت کنین. هرچی تعداد دوستانتون بیشتر باشه درآمدتون بیشتره. قسمت بعدی بازی که افزایش سکه که با لمس کردن به دست میارین، افزایش بانک سکتونه. قسمت بعدی افزایش سریع شارژ شدن بانک سکه است. این قسمت هم دوستان برای رباتشه که لیول های مختلف داره. الان من لیول 3 لیول اولی 1 میلیون میدین که آفلاین برایتون سکه جمع نمیکنه لیول اول، ولی لیول دوم آفلاین هم باشین سکه براتون جمع میکنه. لیول سوم هم که سکه بیشتری جمع میکنه واسهتون. حداقل اینو تا لیول 3 افزایش بدین تا براتون سکه بیشتری جمع کنه. این هم که انرژی رایگان و شبیه سکه رایگانی که بهتون میده میتونید استفاده کنید. این پروژه معتبریه، 100% تو بایننس لیست میشه و تونکوین هم که حمایت کرده ازش. پروژه خیلی معتبری، حتما این پروژه رو استفاده کنید، انشالله که سود خوبی هم به دست بیارید.